بسم الله الرحمن الرحیم. بازم امین‌الله محمدی در خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم به ویدیوی شماره 4 که بخش تفکیک زبان مادری و بخش کارمندان ما شما کار میکنیم. امیدوار هستم که سالم صحتمند باشین و انشاءالله از گزند روزگار در امان باشید، در کنار خانواده و همکاران روزهای خوبی را سپری بکنین. دوستان نازنین، در این بخش ما شما میپردازیم به آخرین بخش و در حقیقت فرم احصایوی خود را ما تکمیل میکنیم. خب ما شما در ویدیو قبلی احصای سال گذشته و همچنین احصای سال جاری را کار کردیم. اینا لشاگردان به تفکیک زبان مادری. البته یادتون باشه که در اینجا ما در عنوانش داریم که تعداد شاگردان به تفکیک زبان مادری به اساس صنف به سال جاری یعنی 1402 که شامل حاضری اند. خب ما میایم این بازم نوی صنف است که موجود مکتب صنف خود اینجا میاریم. این از قسمت این صنف هاست که تکمیل این صنف ها را شما کپی میگیرین، کنترل سی میکنین. وقتی که این کپی گرفتین میایین در بخش زبان مادری که ما قبل اینجا پیست کردم تایپ کردیم یا که کپی نمیکنین دانه دانه صنف خود نوشته میکنین. در صورتی که امکانش وجود داشته باشه که شما این کپی بگیرین کارتان بسیار ساده میشه. فرض کنین که من این کپی گرفتم و همه صنف ها اینجا پیست شد. خب این صنفای خودم اینجا انتقال دادم، اما تعداد شاگردان رو باید بر اساس همون زبان مادریش ما شما اینجا درج بکنیم و تعدادش نباید فرق بکنه. ما فرض کنیم این صنف اولی دو رو میایم یک بار چک میکنیم. خب که در اینجا شما میبینین کل زبان ها در اینجا شامل است. زبان هایی که در کشور عزیز ما افغانستان ما شما مردم عزیز ما با زبان تکلم میکنن و میبینیم صنف اول دو را یک بار چک میکنیم. صنف اول دو در اینجا در سال جاری چند نفر بوده؟ صنف اول دو در سال جاری صنف اول دو را یعنی 33 است، 4 8 12 است، 45 نفر که 33 ذکور شده و بقیش هم اناث است. ما میبینیم در اینجا اول دو اول تعدادش رو میبینیم که زیاد نشه از پیش ما غلط نشه. اینو ببینید چند نفر شده که 45 نفر. 33 بود ده میشه 43. دو هم در اینجا داریم که میشه چند 45 نفر. 33 مثلا ذکور داریم در این زبان، مثلا 10 اناث در این زبان داریم و همچنین 2 اناث پشت زبان داریم. در مجموع چند نفر؟ 45 نفر در اینجا داریم. 45 نفر در سال جاری در این صنف ما شما داشتیم که شامل حاضری بودن. خب همچنان میتونین تمام صنف‌های خود را به همین شکل با سال جاری تطبیق بدیم که اشتباه نشه. خب این ما درج کردیم کل صنف‌های خود را، کل شاگردای ما را و تعدادش را گفتم بر شما. اگر از مثلا در اینجا باشه فرض کنید یعنی خانه پشه زبان میتونه شاگرد داشته باشین 3 4 هر قدری که باشه، ولی در آخر این را وقتی که کرسر موضع بیارین به این شکل کش کنین در اینجا براتون جمع میکنه. مثلا اینجا 49 نفر است یا مثلا اینیش هر قدری که شد میایین در این طرف هم رو حساب میکنین. وقتی که حساب کردین حتما با این طرف مطابقت داشته باشه با احصای سال جاری. که این موضوع مهم است. یکی میایم در پایین در آخرش این موضوع که در آخر وقت ما میایم مجموعه زیر میبینیم ما از خود کرسر کش میکنید تا اینجا که براتون حساب کنه مجموعه کنه که تعداد شاگردایتون چند نفر است. در اینجا شما ببینید این حساب کرده چند نفر شده؟ 1108 نفر یا 1108 نفر. امی تعداد شاگرد را باید شما در سال جاری داشته باشیم. در کجا؟ در بخش تعداد شاگردان بر اساس حاضری، یعنی تعداد شاگردان از کتاب حاضری. این را میاییم کش میکنیم این طرف میبینی این
6 نفر که حتما در کدام جای به اینجا 2 نفر از پیشم اشتباه شده. پس بیاین دی طرف چک میکنین، میبینین که اینجا میگین 1108 نفر شده، حتما 2 نفر اشتباهی داره. پس این 2 نفر اشتباهی داره را باید پیدا کنین. دانه مثلا صنفا را با سال جاری تطبیق بتین که این 2 نفر از کجا شده که در شاگردان به تفکیک زبان مادری اشتباها رسیده و 2 نفر اضافه شده. خب این از این بخش از بخش تعداد شاگردان به تفکیک زبان مادری. خب میرسیم به احصای کارمندان. در احصای کارمندان یک معرفی کلی خدمت شما ارائه کنم. چیزی که در اینجا مهم است، همهش مهمه، اما ای که فرمتان مطابقت داشته باشه. در اینجا که ما چند بخش داریم. یکی کارمندان خود را به تفکیک درجه و رشته تحصیل ما شما درس میکنیم. یکی از سال جاری احصای معلمین موجود مکتب به تفکیک رشته تحصیل و جنسیت. پس 2 بخش شد، یک رشته تحصیل و درجه و رشته تحصیل، یکی هم رشته تحصیل و جنسیت. خب و این 2 بخش ما شما کار میکنیم که میاییم در اول ما شما بر اساس به تفکیک رشته تحصیل و جنسیت سال جاری را کار میکنیم. گفتیم این شامل 2 بخش میشه. خب ما در اینجا میاییم ابتدا میبینیم که عنوانهای کلی که در اینجا داریم شامل چند بخش است. خب این رشته های تحصیلی است، یعنی رشته های تحصیلی است. خب بعدش این تعداد معلمین رسمی با مکلفیت مکمل درسی. مثلا شاگرد استادای بزرگواری که از صنف 4 تا 12 معلمین اصول صنفی و همچنان معلمین همکار. در بخش تعداد معلمین رسمی دارای نیمه مکمل مکلفیت و نیمه مکلفیت فرق میکنه. یک استاد است فقط تدریس میکنه، حتما داخل صنف است. یک استادی که نیمه، مثلا نیمه شامل کتابدار میشه، لابرانت، سرمعلمین، مدیر تدریسی، آمر مکتب، مدیر مکتب متوسطه. بعدش یعنی کدام استاد خدمتی میاد که شامل معلمین چه مکاتب دولتی میشه. خدمتی آمده خود زحمت درس میده، داخل تشکیل، خارج تشکیل، بالمقطع است، مثلا معلمین صنف محلی است، تصریح هر چیزی که. بعد میم معلومات تدریسی معلومین، یعنی مطابق رشته تدریس میکنه یا خلاف رشته تدریس میکنه. خب مامورین است که مدیر اجرایی و همچنان دیگه مامور میشن. خب دوستای عزیز، در بخش بعدی یک قسمت یک نکته وجود داره. مثلا ما شما در بخش علوم دینی، در بخش علوم دینی 2 نفر معلمین وجود داره. یک از صنف 4 تا 12 تدریس میکنه، ذکور است. مثلا معلمین اصول صنفی 1 نفر ناس داریم که رشتهش چی است؟ علوم دینی است. پس در اینجا باید 2 نفر داشته باشیم. یادتان باشه اینجا مثلا 1 نفر ذکور 1 نفر ناس، بازم یک مطابق رشته بود، بازم میگیم که 1 نفر ذکور 1 نفر ناس. که اینی رقمی را که ما در اینجا درج میکنیم، اینی رقم باید با این رقمی که در این طرف درج شده مطابقت داشته باشه حتما. اگر مثلا این با این مطابقت نداشته باشه قطعا ما اشتباه میکنیم دیگه. چون فرض کنید اینجا بیایم ما 1 نفر دیگر در اینجا اشتباه از پیش ما اضافه شده که باز اضافه میشه. پس همچین چیزی رو باید از پیش ما نشه. مثلا 1 نفر اگر اینجا داشته باشیم که خلاف رشته تدریس میکنه، قطعا که ما در اینجا چند نفر داشتیم؟ 2 نفر داشتیم. فرض کنید 1 نفر دیگه هم در اینجا بوده که 1 جمع 1 چند شود؟ 2 شود. خب این ما نداریم، این دلیت میکنیم. خب این حالا به همین شکل کل استاداری که ما داریم تا ای که برسیم مثلا رشته کیمیا هست 1 نفر استاد داریم، 1 نفر از لابرانت داریم. به همین شکل میاییم پایین در بخش آمر مکتب را هم درج میکنیم، امرای سرمعلم مکتب، مدیر تدریسی. هر بخشی را که در مکتب فعال است و وجود داره. این آمر مکتب 1 نفر است،
و یک نفر هم ریاضی خوانده. 3 نفر معلم داریم که ریاضی خوانده، مثلا یک نفر سرمعلم یا یک نفر از سرمعلمین ماست که مثلا ریاضی خوانده. میایم پیش مجموع 5 نفر میشه که اینا مطابق رشته تدریس میکنن. میایم در آخر همه استادای خود را درج کردیم در قسمت مجموعه. مجموعه این قسمت فرمول بندی است که شامل یعنی هر ستون را در اینجا بر ما جمع میکنه. خب این مجموعش است، مجموعش کارمندایی را که ما در اینجا درج کردیم. در بخش بعدی میایم. چیزی که مهم است یادتان باشه که این یک از مجموعه از کارمندای ما بود. میایم یک دفعه مجموعش میبینیم که چند نفر شد. خب این که این قدرش کامل مکتب و سرمعلم یا مدیر تدریسی اینا هم شامل کارمندا میشن. چند نفر شد؟ اینجا 37 نفر و جز از مامورین و مثلا مامورین اینی که خودش است، خلاصش بود. این جمع نمیکنیم. چرا جمع نمیکنیم؟ چون این مطابق رشته و مو خلاف رشته بود دیگه که ما شما در اینجا ایران درج کردیم که اما چند نفر میشه؟ 37 نفر. خب میایم در بخش احصای معلمین موجود مکتب به تفکیک رشته تحصیل و درجه تحصیل تحصیل و جنسیتی اشتباه شد. درجه تحصیل و جنسیت. درجه تحصیل از کجا مشخص میشه؟ این از اینجا مشخص میشه. در بالا رشته تحصیل و جنسیت بود، در پایین درجه تحصیل و جنسیت. خب بازم این رشته های تحصیلی است. ستون اول بعدش یه مکلفیت مکمل، اینم نیمه، اینم بخشایی که در اینجا ما داشتیم، اینم مطابق رشته، خلاف رشته، مدیر اجرایی. فقط در اینجا فرقش هم است که نظر به رشته چه ما شما درجه تحصیلی اینا را تفکیک میکنیم. چند نفر مستر داریم، چند نفر لیسانس داریم، مثلا چند نفر 14 تربیه معلم داریم. به همین شکل تا به آخر دو مسلکی و مدرسه دینی هر چی که بود اینجا درس میکنیم. خب آنچه که در اینجا مهمه است دوستای عزیز، ما شما باید اینی ارقام با ارقامی که در بخش تفکیک رشته تحصیل جنسیت بود باید کاملا مطابقت داشته باشه. در غیر از او شما حتما اشتباه باشه. مثلا اولین بخش را که چک بکنیم این 37 نفر شد، این از اینجا تا اینجا مجموعش رو ما بررسی کنیم. چند نفر شد؟ خب 37 نفر. از اینجا تا اینجا 37 نفر شد. میاییم میبینیم بالا را که قبلا هم با شما در نظر گرفتیم. ایرا چند نفر میشه؟ 37 نفر. خب از این طرف چک می 18 3 8 4 1 1 1 و همچنان 1. خب یک کمی میاییم این از این قسمت خیلی گدبد نشه. پس دوباره کنترل زد میکنیم که حالت اول به خود بگیره. اینو با کشکده آوردیم که یک کمی آسانتر بتونیم میره تطبیق کنیم. از اینجا میگیریم میاریم در کجا؟ این در پایین نزدیکی تطبیق بتونیم که آیا درست است یا نه. مثلا مجموعه هست این یه مجده 3 3 8 8 4 4 1 1 1 1 1 1 و همچنان 1 اینم چی؟ 1. 20 نفر اینجا داریم، 20 نفر اینجا، 9 9 6 نفر اینجا، 6 نفر اینجا، 2 نفر و 2 نفر. اینالی احصای این بخش درست شد چون اون صفحه بالا را با این صفحه پایین ما به شما تطبیق کردیم. اینالی پس دوباره کنترل زد میکنیم که شکل حالت پس دوباره حالت عادی رو به خود بگیره و ما فایل خود را کار بکنیم. خب از این هر دو بخش ما مطمئن شدیم، تعداد ارقامش هم تطبیق کردیم، کاملا درست بود، هیچ اشتباهی نداره. خب میبینیم معلومات تشکیل مکتب.
تعداد مامورین چند نفر است؟ 2 نفر. 2 نفر مامور داریم. مثلا اجیر خدماتی 1 نفر، فرض کنیم 1 نفر باغبان داریم، 1 نفر نجار داریم، 2 نفر هم چی داریم؟ شب باش داریم. پس اینا رو که جمع کنیم چند میشه؟ این میشه 5 نفر. پس 5 نفر هم اجیره خدمات. این میشه 37 نفر محلی، مامور 2 نفر، 5 نفر هم اجیر خدماتی. خب میاییم در بخش ششم، تعداد کتاب درسی توزیع شده به شاگردان در سال جاری. این که در مکتب که اگر تعداد کتابی توزیع شده داریم، صنف‌های خود رو درج میکنیم که چند دانه صنف بوده و کدام صنف ها بوده در قسمت. اینی هم که مضامین است، کدام مضمون ها چی تعداد توزیع شده و را شما در اینجا درج میکنین. این از بخش کتاب هاست که باز بعدش هم میرم مجموعیش رو نظر میگیریم. بخش هفتم بخش معلومات شورای مکتب. آیا مکتب شورا دار؟ با آیا سوال شده فقط شما تیک میزنید بله یا نه خیر. به این شکل هم در قسمتش آیا پیشنهادات شورا به آمیرت و ریاست معارف انتقال می شود؟ میرم شما تیک میزنید. خب از این بخش هم گذشتیم و امیدوار هستم که متوجه نکات شده باشین. بخش هفتم بخش هشتم ببخشین، این بخش آخر بخش هفتم یا هشتم میشه. معلومات صنف محلی تصحیحی و الحاقی است. اگر شما دارین نام قطعه، نام صنف، کد صنف، درجه صنف، نوع صنف، اسم مؤسسه تعمیل کننده، اسم تطبیق کننده، همچنین نوع تعمیر صنف، دولتی، خیمه، کرایی، کمک اداره دولتی موقت، مسجد و هر چیزی که هست. آیا تشناب دارد؟ آیا آب آشامیدنی دارد؟ مدت صنف به سال، مثلا چند سال شده که صنف. همکارای عزیز، دوستای بزرگوار، این هم از راهنمود خانه‌پوری فرم احصایوی که خدمت شما ارائه کرده. امیدوار هستم که مفید و معرف کار میکنه. واقعا کارش بسیار سخت است، بسیار مشکل است، چون کارش با تربیت انسان است. پس با توجه به مسئولیت و رسالت را که ما شما داریم، امیدوار هستم که بتونیم برای جامعه خود مفید باشیم. منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستم. انشالله که موفق و پیروز و کامگار باشین و تا ویدیوی بعد شما رو به خداوند پاک و به نیاز می سپارم. خدا نگهدارشون.